رازهای تکان دهنده روح الله زم که هیچ کس انتظارش رو تا حالا نداشته. چطور یک آقازاده با روابط ویژه‌ای که در حکومت داشت اسرار نظام رو فاش میکرد؟ سلام، به کانال مورخ باستان خوش اومدید. منابع اطلاعاتی که اخبار پشت پرده حکومت رو به روح الله زم میرسوندن افکار مختلفی تو سرشون داشتن. بعضی هاشون هدف انتقام گیری و تصفیه حساب شخصی رو داشتن، بعضی هاشون هم دستشون از قدرت کوتاه بود و توسط آمد نیوز دنبال اطلاع رسانی و گرفتن حقشون بودن. توی این ویدیو اسراری رو از جریانات روح الله زم افشا میکنیم که بسیار مرموزانه بودن و آخرین مورد باعث به دام افتادنش شد. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید تا از این راز شگفت انگیز مطلع بشید. روح الله تو روزایی به دنیا اومد که ایران تو شعله‌های انقلاب میسوخت و امام خمینی الگوی مردم ایران بود. مردی متفاوت که با اومدنش میخواست ایران رو نجات بده و طبیعی بود مردمی که امام خمینی الگوشونه اگه پسری به دنیا می آوردن اسمش رو روح الله میذاشتن. اگه نگاهی به متولدین 57 و 58 بندازین اسم روح الله رو به وفور میبینین و زم هم یکی از هموناست. کسی که پدرش به عشق خمینی اسمش رو روح الله گذاشت. پدرش محمد علی زم زمان انقلاب فقط 23 سالش بود. اون هم مثل صدها جوان انقلابی همون دوران پله های ترقی رو به سرعت طی کرد و به پست و مقام خوبی رسید. محمد علی زم طی مدت کوتاهی رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و یکی از افراد خیلی نزدیک به آیت الله خامنه ای شد، تا حدی که تو صف اول نماز جماعت به ایشون اقتدا می‌کرد. اما این مقام ویژه دوام زیادی نداشت و در سال 1380 به گفته پسرش حتی بدون یه تشکر خشک و خالی کنارش گذاشتن. محمد علی زم در حالی کنار گذاشته شد که پست پیشین او فراتر از جایگاه فرهنگیش بود و میشه گفت یک کارتل اقتصادی شده بود و این برکناری برای خانواده‌اش و به خصوص پسرش یه جورایی سنگین بود. برای همین باعث شد که روح الله برای گرفتن حقشون و شاید برای دیده شدن دست به کارهای خطرناک و عجیبی بزنه. قدم اول تغییر نام خودش به نیما بود، چون دیگه دوست نداشت روح الله باشه و فقط رفقای نزدیکش نیما صداش میکردن. اسمی که تا حدی مورد مخالفت خانواده‌اش قرار گرفت اما براش مهم نبود. اون توی دوران 22 سالگی رئیس روابط عمومی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت شد و تا سال 81 بیشتر موندگار نشد، چون نفوذ و قدرت پدرش روز به روز تحلیل میرفت و تصمیم گرفت توی یه دفتر فیلمسازی برای خودش مشغول بشه. حتی به گفته خود روح الله یه شعبه آیسبک توی شهر ری داشته و برای خودش کار میکرده. اون توی سال 84 برای ستاد انتخاباتی رفسنجانی شروع به فعالیت کرد، اما این تلاش‌ها بیفایده بود و برنده بازی احمدی نژاد شد و به بدنه قدرت راهی پیدا نکرد. 2-3 سالی سرگرم کارهای خودش شد و تو سال 88 با داغ شدن خبرهای انتخاباتی دوباره سر و کلش تو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی پیدا شد. باز هم به نتیجه‌ای نرسید و کروبی در بین 4 کاندید پنجم شد و آرای اون حتی از آرای باطله هم کمتر بود. اینجا بود که جرقه جنبش سبز زده شد و خیابونای تهران به تصرف مردم در اومد. در این بین واکنش حکومت بازداشت‌های پی در پی بود، هم از بین معترضان حکومت و هم معترضان نتایج انتخابات. زم جزء دسته دوم بود و توی این جریانات بازداشت شد و 3 ماهی مهمون زندان اوین بود. به نقل خودش روزای سختی رو توی اوین گذرونده بود و سرمنشأ شکل گرفتن آمد نیوز توی ذهنش همین سختی کشیدنا بود. روح الله زم بعد از آزادی و پس از مدتی در سال 90 با دخترش نیاز که حاصل ازدواج اولش بود عازم مالزی شد. اونجا با همسر دومش یعنی مهسا رازانی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج هم یه دختر دیگه بود.
ابتدا با یکی از سایت‌های نزدیک به مهدی کروبی به اسم سهام نیوز فعالیتش رو شروع کرد و تبدیل به منبع موثق سهام نیوز شد. اون به عنوان فردی شناخته میشد که به اتفاقات پشت پرده و سری مشرف بود، اما این همکاری دوام زیادی نداشت و تصمیم گرفت به صورت مستقل فعالیت خودش رو آغاز کنه. از همین رو توی سال 94 سایت آمد نیوز رو تأسیس راه اندازی کرد و در سال 95 هم به کمک چند خبرنگار کارش رو به طور رسمی آغاز کرد. توأماً با سایت آمد نیوز کانال تلگرامی آمد نیوز رو هم کلید زد و به همین خاطر یه خطر جدی از سوی حکومت ایران به شمار می اومد. مخاطبین کانال تلگرامی آمد نیوز روز به روز به خاطر انتشار خبرهای داغ و دست اول حکومتی بیشتر و بیشتر می شدن. آمد نیوز در جریان اعتراضات دی ماه 96 نقش دست اولی رو داشت و در بین فعالیتاش به مسیر اعتراضات آمار میداد. از بخت بد زم کانال توی اوج اثرگذاری خودش به علت تشویش مردم به درگیری و آشوب از سوی تلگرام بسته شد و کانال جدیدی به اسم صدای مردم راه اندازی کرد که به سرعت جای کانال قبلی رو گرفت. سیگنال های سری که به زم می رسیدن در بعضی مواقع کاملا غلط و بعضی مواقع کاملا درست بودند و اخبار تردیدآمیزی در میان نبود. در میان کسایی که اطلاعات سری رو به روح الله زم می رسوندن گروهی بی‌نام و نشون وجود داشت که به نهادهای امنیتی وصل بودند و اخبار فیک به زم می دادن. این پلای ارتباطی وقتی که اعتماد زم رو نسبت به خودشون کامل کردن خبرهای عجیبی بهش دادن و وقتی که حسابی روی این اطلاعات مانور داد پشت پرده این اخبار سوخته رو فاش کردن که در نتیجه یک رسوایی بزرگ برای روح الله بود. قبل از اینکه به این رسوایی بپردازیم اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده با لایک های زیباتون به همون انرژی بدین. تو ماه‌های آخر قبل از به دام افتادنش وزارت اطلاعات یه برنامه تلویزیونی به عنوان ایستگاه پایانی دروغ پخش کرد که شامل گفتگوهای طولانی مدت شخصی از ایران با روح الله بود. یال آخر رسیدن به قله کوه دست شماست. اون فرد در طول چندین ماه با اسرار محرمانه‌ای که به زم میده اعتمادش رو کاملا جلب میکنه و بعدش شروع به دادن اخبار غلط بهش میکنه و همشون توی کانال آمد نیوز هم منتشر میشه. آمار اطلاعات جعلی که بالا میره صدا و سیما دوباره مستند ایستگاه پایانی دروغ رو از رسانه پخش میکنه و تک تک کلماتی که بین روح الله و اون فرد رد و بدل شده توی این مستند منتشر میشه و مشخص میشه رکب بدی خورده. یه شب زنگ نزنی من معتاد تو شدم. زم توی مکالمات ضبط شده صحبتایی بر ضد اپوزیسیون خارج از کشور کرده بوده و اعتبارش پیش اونا هم از بین رفته بود و مجبور به معذرت خواهی شد، اما بیفایده بود. دیگه شرایط قبلی براش مهیا نشد که نشد. حتی بعداً توی دادگاه ادعا کرد که میدونسته فردی که باهاش کانکت بوده با مهره‌های امنیتی در ارتباطه و خبرهای جعلی بهش میده، اما برای اقدامات بزرگتر و جلب اعتمادش مجبور به انتشار شده و با این کار نشون بده که گول خورده. نتیجه این اتفاقات سوختن اعتبار روح الله زم بین طرفداراش و از دست دادن خبرنگاراش بود. یکی از اخبار جعلی و مهم آمد نیوز که باعث زمین خوردنش شد طرح مسئله بدل داشتن آیت الله خامنه ای بود که بعداً هیچ سندی دال بر این ادعا پیدا نشد و آمد نیوز رو به فرش رسوند. اما همه اطلاعات آمد نیوز هم جعلی نبودن و طی حدود 2 سال اخباری منتشر کرد که باعث متشنج شدن جو میان سران دولت شد و بازدهی عجیب و وحشتناکی داشت. یکی از جنجالی ترین اخبار آمد نیوز انتشار پرونده شاکیان سعید طوسی بود که آبروریزی وحشتناکی برای طوسی به همراه داشت. با اینکه اتهامات وارده به سعید طوسی اثبات نشد، اما اذهان عمومی مردم نسبت به این اتهامات تغییری نکرد و برای همیشه باقی موند. پرونده عجیب و جنجالی بعدی اتهام جاسوسی به زهرا دختر رئیس قوه قضاییه وقت یعنی صادق آملی لاریجانی بود که قوقای زیادی به راه انداخت.
با وجود اینکه رئیس وزارت اطلاعات وقت یعنی محمود علوی این ادعا رو تکذیب کرد، اما محمود احمدی نژاد و اطرافیانش چندین بار به این مسئله دامن زدن و تکرارش کردن، تا جایی که عبدالرضا داوری از نزدیکان احمدی نژاد تو سال 98 به اتهام ارتباط با آمد نیوز دستگیر شد. پرونده های متعددی منتشر شد که از طرف حکومت بی پاسخ نموند و در فروردین ماه سال 96 دو مورد از دامنه های سایت آمد نیوز توسط هکرهای کارکشته حکومت هک شد و از دست رفت. بعد از آمد نیوز کانال صدای مردم همچنان به فعالیت خودش ادامه میداد، اما دیگه اعتماد مخاطبین این رسانه مثل قبل نبود و حنای روح الله رنگی نداشت. این مسئله روح الله زم رو بسیار بی‌اعتبار کرد و روز به روز تنهاتر شد. اون تصمیم گرفت که ادمینی برای کانال تلگرامیش استخدام کنه و توی فعالیت‌های دست و پا شکستش کمکش کنه. پناهنده‌ای به اسم شیرین نجفی که توی ترکیه زندگی میکرد. شیرین نجفی حسابی اعتماد زم رو جلب کرد و یکی از ادمینای اصلی آمد نیوز شد. بابک اجلالی، اون از اوایل تأسیس آمد نیوز در کنار زم حضور داشت و از بنیانگذاران اصلی این رسانه به شمار می اومد. از شیرین نجفی پرسید که چی کار است و چقدر بهش اعتماد داری. اما روح الله زم این پرسش ها رو دخالت توی امور آمد نیوز قلمداد کرد و تو پیامی به بابک اجلالی گفت: بابک جان، من تو کارام به بابام هم توضیح نمیدم و از آمار دادن و فضولی دیگران تو کارام به شدت متنفرم. بعد از این دخالت ها ارتباطش رو با بابک کمتر و کمتر میکنه تا جایی که دسترسی به اون رو از ادمینی کانال به کل قطع میکنه. شیرین نجفی از ته دل کار میکرد و خودش رو همراه آمد نیوز و دلسوز مردم جلوه میداد تا جایی پیش رفت که با جلب توجه اعتماد بیشتر زم دسترسی بارگذاری مطالب روی آمد نیوز رو هم به دست آورد. تو همین بحبوحه سال 97 تازه واردی به نام وفا نیکفر وارد زندگی روح الله زم شد که ساکن استرالیاست و خودش رو تاجری ثروتمند و پولدار معرفی میکنه و اسپانسر آمد نیوز میشه. تا اواخر سال 98 مثلث ساختار آمد نیوز رو این افراد تشکیل میدادن: روح الله زم، وفا نیکفر و شیرین نجفی. این در حالی بود که روح الله زم مثل چشماش به این دو نفر اطمینان داشت، بدون مشورت باهاشون آبم نمیخورد. در همین حین که این دو معتمد تازه وارد دست چپ و راست روح الله زم شده بودند، پیشنهادی وسوسه کننده از عراق برای زم رسید. این پیشنهاد برای روح الله زم وسوسه انگیز و نتیجهش برای شما عزیزان شوکه کننده است. روح الله زم سالها آرزوی راه اندازی تلویزیون رو داشت و میخواست رسانه پرفراز و نشیبش رو تبدیل به شبکه تلویزیونی کنه. وزارت اطلاعات هم به نقطه ضعفش تسلط کامل داشت. از همین موضع برای به دام انداختنش سناریو نوشت. در ظاهر افرادی از دفتر آیت الله سیستانی با روح الله زم تماس میگیرن و وعده پرداخت هزینه راه اندازی شبکه آمد نیوز رو بهش میدن. اونا پیشنهاد سالانه 30 میلیون دلار برای کلید زدن تلویزیون آمد نیوز رو بهش میدن، اما به یک شرط: این که به هیچ عنوان وارد مسائل دینی نشه و از جبهه سیاست فعالیتش رو پیش ببره. روح الله زم این مورد رو با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه که از نزدیکان پدرش بود، در میون گذاشت و در جواب این جمله به اون گفته شد: بهت هشدار میدم اگه بری عراق میزننت. اما زم گوش نکرد، رفت و گیر افتاد. دلیل به عراق رفتن روح الله زم فقط این تماس‌های وسوسه انگیز نبوده، بلکه نیروهای امنیتی نامه‌هایی براش فرستادن که مطمئن بشه از طرف آیت الله سیستانی دعوت به گفتگو شده و قرار دیداری داشته باشه. بعد از دستگیری روح الله زم، دفتر آیت الله سیستانی طی نامه‌ای گفت که به هیچ عنوان مکاتبه‌ای از طرف ما با روح الله زم نشده. اما باگ اصلی ماجرا اینجاست: روح الله زم
که تحت حمایت پلیس فرانسه بود چطور پا توی عراق گذاشت؟ با اینکه میدونست ایران تسلط کامل تو عراق داره و یه جورایی آشیونه اطلاعات سپاهه. پاسخ این سوال به شیرین نجفی ختم میشه. زمانی که روح الله زم در ظاهر از طرف دفتر آیت الله سیستانی دعوت به گفتگو و راه اندازی تلویزیون آمد نیوز شد، شیرین نجفی به اون پیشنهاد میده که خودش به جای زم به عراق بره و شرایط رو بسنجه تا خطری روح الله رو تهدید نکنه و اون هم موافقت میکنه. شیرین نجفی با یه پاسپورت جعلی از ترکیه وارد عراق میشه و بعد از بررسی به روح الله زم اطمینان خاطر میده که همه چیز امن و امانه و همه ی حرفهای طرفین مذاکره درسته و شرایط مذاکره مهیاست. شیرین نجفی حتی عکسی از یک دسته اسکناس 500 یورویی برای زم ارسال میکنه و میگه 50,000 یورو دریافت کرده. اما طرفین مذاکره در صورت این قرارداد رو امضا میکنن که شخص روح الله زم حضور پیدا کنه و در مورد اثرات آمد نیوز به شخص آیت الله سیستانی توضیح بده. در همین حین 5,000 یورو از عراق برای روح الله زم واریز میشه و شیرین نجفی هم تأکید میکنه که از طرف دفتر آیت الله سیستانیه. بالاخره زم اعتماد میکنه و در 17 مهر 98 از جنوب فرانسه برای گرفتن ویزای عراق به پاریس میره. پروسه صدور ویزا هم بخشی از عجیب و غریب ترین قسمت های این ماجراست. اگه تا اینجای ویدیو لذت بردین، قطعاً آخرین رازی که گفته میشه قرار شما رو شگفت زده کنه. پس تا پایان این ویدیو همراه باشید. روح الله زم دیر وقت به کنسولگری عراق میرسه و در این حین فقط یک دیپلمات اونجا حضور داشته. اما همون یه نفر به استقبالش میاد و کارش رو به سرعت راه میندازه و ویزایی که تو شرایط نرمال 1 ماه زمان میبره رو در عرض نیم ساعت صادر میکنه که در ظاهر هرچه زودتر به دیدار مهمش با آیت الله سیستانی برسه. روح الله زم به خیال اینکه تمامی این هماهنگی‌ها رو داره شیرین نجفی توی عراق انجام میده برای سفر حاضر میشه، در حالی که همسر و دخترش هم بهش اصرار میکنن که نرو. اینجا چاره کار رو توی استخاره میبینه و باز هم از شیرین نجفی کمک میخواد که براش استخاره کنه. در جواب بهش میگه استخاره خوب اومده، اما موندنت بیشتر از 3 روز برات خطرناکه و زودتر باید برگردی. روح الله زم عصر روز 19 مهر ماه 98 توسط شرکت هواپیمایی سلطنتی اردن فرانسه رو ترک میکنه. بعد از یک توقف کوتاه از پایتخت اردن راهی بغداد میشه. پروازش ساعت 1 بامداد تو فرودگاه بغداد میشینه و خبری ازش نمیرسه تا اینکه حدود 4 ساعت بعد با زنش تماس میگیره و خیلی مختصر خبر رسیدنش رو میده و قطع میکنه. مهسا رازانی بعداً میگه که لحن صحبت کردنش مثل قبل نبوده و خیلی عجیب حرف میزد. بعد از تماس آخر دیگه خبری از روح الله زم نشد تا اینکه 2 روز بعد خبر ربوده شدنش توسط اطلاعات سپاه توی آمد نیوز یا همون صدای مردم منتشر میشه. روح الله زم سرشبکه سایت معاند آمد نیوزی که در حالی که سپاه دستگیری روح الله زم رو نتیجه یک عملیات پیچیده امنیتی عنوان میکنه، اما نظریه ها روی معاملات پشت پرده و پنهانی قفل شده بود. در روزهای اول دستگیری زم گفته شد که دولت فرانسه تو گیر افتادن روح الله زم نقش مهمی داشته و طی معاملات پنهانی مقدمات دستگیریشو تدارک دیده تا 2 فرد فرانسوی که تو ایران زندانیان رو آزاد کنه. فیگارو یکی از بزرگترین نشریات فرانسه این فرضیات رو برای اولین بار منتشر کرد. طبق گزارش روزنامه فیگارو با اینکه زم تحت حمایت پلیس فرانسه بود و مقامات از سفرش به عراق مطلع بودن، اما از سفرش به عراق جلوگیری نکردن و شاید چشم روی به دام افتادن روح الله زم بستن. دلیل این چشم‌پوشی هم آزادی 2 شهروند فرانسوی از زندانهای ایران بود. به قلم فیگارو، کاخ الیزه برای زندانی بودن فریبا عادلخواه و رولان مارشال
حسابی تحت فشار بوده و تو قضایای دستگیری زم همکاری کردن تا این 2 نفر آزاد بشن. فریبا عادلخواه، یک شهروند ایرانی فرانسوی که به جرم جاسوسی توی ایران زندانی شد. رولان مارشال هم پژوهشگر فرانسوی و همسر فریبا عادلخواه بود که با سفرش به ایران به قصد دیدار همسرش توسط ماموران امنیتی سپاه دستگیر شد. این 2 نفر پس از دستگیری زم در اسفند ماه 98 آزاد شدند. در نهایت یکی از مقامات امنیتی عراق خبر بازداشت کردن روح الله توسط دستگاه امنیتی عراق رو داد و گفت پس از قرنطینه 1 روزه در بخش ترانزیت فرودگاه عراق نگهش داشتن و بعد از 24 ساعت به نیروهای امنیتی ایران تحویلش دادن. روح الله زم با همه فراز و نشیب‌های زندگیش به ایستگاه پایانی عمرش رسیده بود و تو شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی مورخ تیر ماه 99 با جرم مفسد فی الارض به اعدام محکوم شد. جاسوسی برای نتانیاهو، تحریک مردم به اغتشاش علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات در صدر جدول اتهامات او بود. روح الله با منکر شدن این اتهامات گفت که کارش فقط خبرنگاری بوده. حدود ساعت 4 صبح آخرین تماس تلفنی زندگیش رو با دخترش نیاز میگیره و به گفته نیاز از روز قیامت و حسابرسی میگه و متوجه میشه آخرین باریه که صدای پدرش رو میشنوه. ساعتی بعد حکم روح الله زم اجرا شد و پرونده آمد نیوز برای همیشه بسته شد. به نظرتون مهمترین اشتباه روح الله زم تو سناریوی دستگیریش چی بود؟ تو کامنت ها برامون بنویس. و اما شگفت انگیزترین راز به دام افتادن روح الله زم، شیرین نجفی. سام محمودی از اطرافیان روح الله زم بود که بعد از اجرای حکم متوجه میشه که شیرین نجفی از طرف ماموران امنیتی ایران برای به عراق کشوندن زم استفاده شده. اسم واقعیش هم سودابه خرسنده. شیرین نجفی اندکی پس از دستگیری روح الله زم چند روزی توی رسانه‌ها خودی نشون داد و گفت از عراق به ترکیه برگشته و از اون پس دیگه هیچ خبری ازش نیست که نیست. نه تو عراق، نه تو ترکیه و نه هیچ جای دیگه. توی این ویدیو راجع به سرگذشت روح الله زم که توی تاریخ موندگار شد صحبت کردیم. در ویدیوهای بعدی قرار سرگذشت زنی در تاریخ ایران رو بگیم که با دونستنش شوکه میشین. پس ویدیوهای بعدی رو به هیچ عنوان از دست ندین. بدرود.